کتاب نوبتی که در صفحه 1000 کتاب معلومات می‌دهیم کتاب نظام قاسم تحت عنوان نسیم سبزی مهر. کتاب نسیم سبزی مهر کتاب 17 در سلسله کتاب‌های 30 سالگی استقلالیت است. کتاب نام برده از تاریخ مؤسسه نشریه معارف سال 2019 نشر شده است. کتاب از 240 صفحه یعنی 15 جزء چاپی عبارت است. صفحه‌های درون کتاب یک رنگ بوده، مقابلش رنگه می باشد. کتاب با صفت اعلی در مطبعه جمعیتی سهامی پوشیده گنج نشریات با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. نظام قاسم 16 سپتامبر سال 1958 در شهر باختر تولد شده است. دستاور فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان، روزنامه‌نگار، خادم ادبی شعبه تنقیدی مجله صدای شرق، مدیر شعبه نظمی هفته‌نامه ادبیات و صنعت، محرر نشریات ادب، دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان بود. 2 دعوت وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. حالا رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، شاعر خلقی تاجیکستان. برنده جایزه بین المللی اتحاد دولت‌های مستقل، ستاره اتحاد. دارنده مدال‌های خدمت شایسته. 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان. عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان از سال 1987. این کتاب برای آنهایی که می‌خواهند به ایجادیات نظام قاسم شناسایی پیدا کنند دستور خوب است. کتاب را از مغازه کتاب می‌توانید دسترس نمایید. این بود معلومات مختصر درباره کتاب نظام قاسم تحت عنوان نسیم سبزی مهر. نوابسته از تضادهای زندگی با شما تنها کتاب همنشین و همصحبت است. زیرا یگانه دوستی که شما را فریب نمی‌دهد و بی آزار است این کتاب میباشد. کتاب خوانید و با ما باشید. پخش نمودن تگمچه قید را فراموش نکنید. خیر دوستان عزیز، تا نشر نوبتی صحیفه 1000 کتاب.